سلام، برنامه استفیز از استودیوی اویلتیجه پیشکشتان می شود. در استودیو با شما من مدینه هستم. کاربران اینترنت را خبر صدمه و مرگ سراینده و بلاگ رفعت جمشید در شهر مسکو غمگین کرد. این آوازه یک باره چنان پخش شد که اکثریت بلاگران و سرایندگان با بازنشر یک نواری که در آن میتی را میگورانند و در قسمت بالایش عکس سراینده است، به خانواده او همدردی نموده در حقش دعا کردند. با گذشت همگی چند ساعت حجم نگار بلاگر و دوست سابق رفعت دام جوان با او تماس ویدیویی گرفته در مورد مرگش پرسید. به اقرار رفعت و این حال در روسیه بوده، همان بیگاه برای دعاخوانی به نزد یک دامولا رفته دوامی چند ساعت تلفنش را خاموش کرده بود. خانواده سراینده نقشه دارند که از بالای نفر پنگ کننده این نوار به مقامات شکایت کنند و خود سراینده حیران است که آنها از او چی می‌خواستند و تا حال دلیل این نقشه را نمی‌دانند. این صحیفه با گذشت یک شبانه روز از اینستاگرام که منبع برآمد ویدیو آنجاست پورا خیب زده است. مامان زده نمود گریه داره اونچام شراقتی مامان نشان داد یا گفتی اینو بسید مونده مامان اگر یک ساعت میگه تلفن نمیگیرش میگن و چی میکردم در بعدی حولی رفت مامان گفته و چمون گفته دیگه میکردم. مینا ویدیو کلیپ نوش را با نام کمی کمک در یوتیوب نشر کرده است. این ویدیو کلیپ را بیش از 100,000 بار تماشا کرده بیش از 80 کس در زیر آن شرح نوشتند. این کلیپ در ورزشگاه UFC دبی نواربرداری شده است و از آشنایی مینا با یک پسر ورزشگر قصه می کند که با یک نگاه عاشقش می شود، ولی ورزشگر چند بار سراینده را همراه دوستش رافائل گولوف می بیند و فکر می کند که او دوست پسرش است. بنابراین ناراحت می شود، اما مینا این را درک کرده او را با دوستش آشنا می کند که از این ورزشگر خوشحال شده با سراینده رابطه آغاز می کند. نقش دوست پسر مینا را در این کلیپ هنرمند مونکش اجرا کرده است. رافائل گولوف پرودیوسر سراینده سیمای دوست هنرمند را آفریده، هنرپیشه جوان یاسمین علیدادووا نقش محبوبه رافائل را اجرا کرده است. موسیقی این ترانه را شوکت اومروف آفریده است. نازیه کرامت‌الله سراینده محبوب کشور این بار سرشویان سرایده است. سرشویکان داره، وقتی جوان داره، تختی روان داره، عروسی خوش روی ما. این ترانه را او در طرفخانه یکچنار در یک مراسم توی خوانده است. سرود مذکور در یوتیوب کانال سراینده نشر شد و تا کنون آن را بیش از 40,000 بار تماشا کردند. نازیه قبلا هم سرودهای تویانه سرایده بود، زیر او همراه برادرش محمد رفیع کرامت‌الله پیوسته در معرکه‌های خرسندی مردم شرکت می‌کنند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اینستافیز که از استودیوی اویلتیجه تقدیمتان شد که در آن چند خبر تازه از عالم شو بیزنس پیشکشتان نمودیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.